بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. شیر محمد شاهیان مقامات از عهده افشای قضیه ماه سپتامبر نبرآمدند. مرز با قرقیزستان هنوز یک دو نقطه بحثناک باقی مانده است. دولت چولف سابق افسر بلندپایه مقامات قدرتی تاجیکستان در دولت اسلامی ففتیده است. پلیس مسکو پشتگیر تاجیک را جستجو دارد. جام اتحاد تاجیکستان بازی را به روسیه باخت. شیر محمد شاهیان رئیس سودی عالی تاجیکستان میگوید که نقشه قضیه های ماه سپتامبر سال گذشته 5 سال پیش تحریزی شدند و مقامات کشور آن را پیشگیری کرده نتوانستند. 18 ینور شیر محمد شاهیان در نشست خبری درباره پرونده مربوط به قضیه ماه سپتامبر سال گذشته بود گفت که پرونده مخفی بوده، حقوق افشای جزئیات آن را ندارد. رئیس سود عالی تاجیکستان تنها گفت که نقشه این حادثه ها هنوز 5 سال پیش با رهبری حاجی علیم و مبلغ گذاری حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان تحریزی شده است و اما مقامات حفظ حقوق کشور نتوانستند این حادثه را آشکار و پیشگیری کنند. او گفت که این کمبودی مقامات بود که از آن پیشگیری کرده نتوانستند. باری نخست است که یک مقامی بلندپایه کشور مقامات قدرتی را چنین متهم می کند. از آنکه پرونده مذکور مخفی می باشد، شیر محمد شاهیان از افشای جزئیات آن خودداری کرد. رئیس سود عالی تاجیکستان درباره آن نیز خبر نداد که تا حال در رابطه با این قضیه ها چند مرافعه گذشته است، اما او گفت در رابطه با این قضیه نسبت به شخصان زیادی پرونده باز شده است که شماره‌شان از آنچه در مطبوعات نشر شد بیشتر می باشد. بعد حادثه های ماه سپتامبر در انتهای ماه با عریضه پروکراتور گنرالی از جانب سود عالی تاجیکستان فعالیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع اعلان گردیده بر روی خط حزب و حرکت‌های افراطی وارد کرده شد. شیر محمد شاهیان میگوید پروکراتور گنرالی هنوز یک و نیم ماه قبل از صادر شدن حلنامه سود برای حرکت افراطی اعلان نمودن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان به سود عالی وارد شده بود. این در حالی است که همگی بعد 12 روز خونسا کردن آشوب حاجی حلیم حزب ممنوع شده نهضت اسلامی را سنه 29 سپتامبر سود عالی حرکت افراطی اعلان کرده بود. از روی گفت شیر محمد شاهیان برمیآید که پروکراتور گنرالی هنوز پیش از سر زدن آشوب حاجی حلیم عریضه خود را به سود عالی درباره بستن فعالیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و حرکت افراطی اعلان کردن آن تسلیم کرده بوده است. یک کارشناس که نخواست نامش ذکر شود میگوید اینجا سوالی برمیان میآید که آیا مقامات پروکراتور گنرالی که نتوانسته بوده است جزئیات نقشه قضیه آشوب حاجی حلیم را افشا کند مگر دست داشتن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را در خواب دیده است که چندی پیش از آشوب الکی حکمش را برآورده بوده است. از این سخنهای ضد و نقیض رئیس سود عالی کشور برمیآید این قضیه بسیار معماهای خود را دارد که برای حل عادلانه امید بردن غیر امکان است. اکبر یتیمزاده رئیس کمیته اداره زمین و گیودزی تاجیکستان سازش درباره 519.9 کیلومتر مرز با قرقیزستان را قسما تصدیق کرده تاکید نمود که در این مسافه هنوز یک دو نقطه بحث برانگیز جای دارند، در حالی که آخر هفته گذشته حکومت قرقیزستان لایحه قرارداد در مورد معین‌سازی 519.9 کیلومتر مرز با تاجیکستان را تصدیق کرد. یتیمزاده میگوید جانب تاجیکستان هیچ قراردادی را در این رابطه هنوز قبول نکرده است. در این مسافه ما یک دو نقطه بحثناک داریم و برای بررسی نمودن آن البته ما آماده هستیم. وقتی از دو جانب برای بررسی این مسافه به طور مشخص حجت‌های ضروری تصدیق کرده می شوند، بعدا ما در سطح کمیسیون بین دولتی منطقه معین شده را برای بررسی پیشنهاد می کنیم. حاضر یگان قرارداد را در این باره قبول نکرده ایم. یتیمزاده مسائل مرزی را خیلی مشکل ارزیابی کرده افزود که فعلا کمیسیون دو کشور برای معین و علامتگذاری مرز
مرز با قرقیزستان کار کرده ایستادند. این در حالی است که آخر هفته گذشته علی کراشف معاون اول نخست وزیر قرقیزستان لایحه قرارداد درباره 519.89 کیلومتر مرز قرقیزستان و تاجیکستان را به حکومت این کشور پیشنهاد کرده بود. با گفته کراشف حالا 396 کیلومتر یا 40% مرز به تاجیکستان نامعین مانده است. طبق اطلاع رسانه‌های خبری دولت چولف برادر قربان چولف فرمانده معروف فرانت خلقی در سوریه به شهادت رسیده است. این خبر را عبدالقادر میرزازاده معاون سردار ریاست کارهای داخلی در منطقه کولاب 18 ینور به رادیوی آزادی رسانده است و نزدیکان دولت چولف نیز تصدیق کردند و گفتند که برای او عزا گرفتند. همگی یک هفته پیش عبدالقادر میرزازاده در یک نشست خبریش اطلاع داده بود که دولت چولف و دولت اسلامی پیوسته است. او گفته بود بر اساس اطلاع آنها چولف در میدانهای جنگ در سوریه قرار دارد. طبق اطلاع منبع‌های خبری میرزازاده روز شنبه هفته سپری شده هنگام اشتراکش در جلسه مشاوره وزارت کارهای داخلی در دوشنبه از مرگ چولف آگاهی پیدا کرده است. آنجا او را آگاه کردند که بر اساس اطلاع فوری جستجوی وزارت کارهای داخلی دولت چولف در یک نبرد سوریه کشته شده است. او اضافه کرده است که باید این اطلاع را در نشست مطبوعاتی قبلا می گفتیم. معاون سردار ریاست کارهای داخلی در منطقه کولاب گفت که این اطلاع دقیق بوده، آن را رهبر دستگاه وزارت نیز تصدیق می‌کنند. طبق منبع هلاکت دولت چولف را به نزدیکانش مقامات وزارت کارهای داخلی خبر دادند. یک کارشناس مسائل امنیتی که نخواست نامش افشا شود به همکارانمان گفته است خبر پنج شدن پیوستن دولت چولف و دولت اسلامی از جانب وزارت کارهای داخلی و همچنین خبر مرگش نیز از جانب این وزارت بحث برانگیز و شبهناک است. او میگوید چندین نفرانی که مقامات کارهای داخلی صحت از خانه‌هایشان بازداشت کرده با خود بردند جسد مردهشان را به پیوندانشان برگردانیدند. بعید نیست که دولت چولف هم به چنین حال روبرو شده باشد. بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نقشه گرفته است که هفته آینده بار اول بعد از لغو تحریم‌ها از ایتالیا و فرانسه بازدید کنند. مقامات ایتالیا گفتند که روحانی طبق پیش‌بینی‌ها روزهای 25 26 ینور از ایتالیا و 27 ینور از پاریس بازدید می‌کنند. در برنامه بازدید وی ملاقات با رئیس جمهور و نخست وزیر و همچنین با گروه رهبران بخش تجارت در نظر گرفته شده است. روحانی همچنین 26 ینور ملاقات با فرانسیس پاپیروم را به نقشه گرفته است. پلیس شهر دوسلدورف آلمان در جریان عملیات مبارزه با جنایتکاری متشکل بین اشخاص افریقایی و عرب 40 نفر را دستگیر نمود. عملیات در 18 مؤسسه شهر صورت گرفت. قوه‌های نظارت ترتیبات قانون 294 نفر را تفتیش نمودند که اکثریتشان شهروندان افریقای شمالی میباشند. حکومتداران 38 نفر دستگیر شدگان را به اقامات غیرقانونی در آلمان گمانبر کردند. در برخی شهرهای دیگری آلمان از جمله در گامبورگ، شتوتگارت، برلین، فرانکفورت لابی-مین، نیورنبرگ، همچنین در سوئیسریا، فنلاندیا، استریا، شویتزاریا و کشورهای دیگر اروپا چنین جنایتکاری‌ها رخ دادند. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا بعد ارائه شدن خلاصه آژانسی بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در این مورد که ایران وظایف به دوش گرفته‌اش را انجام داده است، قسمی از تحریم‌ها را از این کشور لغو کردند. لغو تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را وزیر کارهای خارجه آن جان کری با سپارش براک اوباما اعلام کرد. قسمی از تحریم‌ها را ایالات متحده آمریکا به هر حال باقی گذاشت، از جمله همکاری‌های شرکت‌ها و شخصان علاهیده را با دولت ایران. تحریم همکاری برای اخراج نفت ایران لغو شده است. از جانب ایالات متحده آمریکا لغو تحریم‌ها را فدریکو موگرینی قرائت کرد. او گفت سازشنامه تاریخی ایران و ششگانه در عمل جاری شد. ازبکستان به خاطر پایین رفتن نرخ پخته و کاهش طلبات به آن در بازار جهانی نقشه دارد در 4 سال آینده استحصال پخته را از 3,350,000 تن تا 3 میلیون تن کاهش دهد.
این اطلاع اخیراً از زبان پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در جریان جلسه وسیع دیوان وزیران در تاشکند صدا داد. پخت محصولات اساسی صادرات ازبکستان است و از راه جلب عمومی مردم جمع‌آوری می‌گردد. همه ساله سازمان بین‌المللی از مقامات ازبکستان برای استفاده مجبوری نیروی کاری به هنگام جمع‌آوری پخت انتقاد می‌کند. طبق اطلاع رسانه‌های خبری روسیه، یک گشتگیر تاجیک را به اتهام دست داشتن در یک زنازنی که باعث هلاکت یک نفر شده است، پلیس مسکو جستجو می‌کند. این شهروند تاجیکستان که استاد ورزش در گشتی یونانی و رومی بوده است، روز شنبه در یک قهوه‌خانه در کوچه میکلوخ مکلای پایتخت روسیه وارد زنازنی گروهی شده است. در نتیجه این زنازنی یک نفر جراحت‌های وزنی برداشته در ماشین یاری تعجیلی درگذشته است. پلیس مسکو در این باره اطلاع می‌دهد که این ورزشکار تاجیک همراه دوستانش در یک ماشین رقم دولتیش کرسنودار به این قهوه‌خانه آمده بود. علیه او با اتهام رساندن آسیب به سلامتی که از بی‌احتیاطی سبب مرگ جبر دیده شده است، پرونده جنایی گشودند. روز یکشنبه 17 انور در شهر سنت پترزبورگ مسابقات عنعنوی بین المللی جام ایتیا 2016 آغاز یافت. دسته منتخب جوانان تاجیکستان عاید به فوتبال در دور یکم واخوری‌ها در گروه و بازی را با حساب 1-2 به دسته منتخب روسیه بای دادند. فوتبالبازان ما اولین شده حساب بازی را کشادند، ولی افضلیت را از دست داده در نهایت کار مغلوب شدند. یادآور می‌شویم که سرداور بازی در دقیقه 39 به محافظ مرکزی دسته کشور آیبک عبدالغفارov کارت سرخ را نشان داده او را از میدان خارج کرد. بازی نوبتی دسته منتخب جوانان تاجیکستان 19 انور با دسته منتخب استونیا خواهد بود. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.